من اومدم با ماسک بایودنس حالا هرچی بهش میگن که خیلی خیلی معجزه آسایه و بعد 4 ساعت بذاری رو صورتت باشه. میذاریم ببینیم تاثیرش چجوریه. برم صورتم بشورم. از این پاک کننده آرایش استفاده میکنم. خیلی خیلی خوبه، خیلی خوبه. توش کربن آزاد داره. فکر کنم باید موهامو بستم برم ببندم بیرون. اینو دور چشم نباید بزنی چون توش کربن داره، چشمو میسوزونه، ولی خیلی پاک کنندگیش قویه. خیلی خیلی نسبت به قیمتش خیلی کیفیتش عالیه. چیه؟ ژل پاک کننده صورت حاوی پودر زغال و اسمش از برند پرودرما. اینو من برای پاک کردن آرایشم استفاده میکنم. بعد حالا از فیس واش ویتامین سی استفاده میکنم. خب این دیگه آخرش رو برم دوستم رویا بگیرم. من همیشه محصولاتو میخرم، یعنی هر چیزی که میخرم، کافه‌ای که میرم، نمیدونم محصولات پوستی که میخرم، اون طرفی که ازش خرید میکنم وای خوب بهم میده. حتی اصلا همیشه شاید مثلا یه جای خیلی دوری باشم ولی میام از همون طرف خرید میکنم، یعنی اینجوری. الانم ماسکمو از دوستم گرفتم، خیلی کلا وایبم بهش مثبته، در صورت که کل لوازم آرایشی اطرافمون هست ولی من بیشتر خریدم از اون انجام میدم. صورتم میشورم میام. خب من صورتمو شستم همونطور که مشاهده میکنید. الان وقت اینو باید بزنم. یه حالت پلاستیکی طور داره، همش افتاد رو زمین. خب بچه ها پلاستیک طور نبود، اون رو کشش بود، من اشتباه زدم دادم. نمیدونم اینو باید کجا بزنم، یکم ماسکش خاصه و میزنم و میام، نمیدونم کدوم ور به کدوم ور، چی به چیه، ولی میگن که من برم ببینم تست کنم چجوری. خب اینجوریه. نمیدونم فعلا هیچ احساس خاصی ندارم. فردا که بیدار شدم بهتون جوابشو میدم. میگم بعد 4 ساعت باشه، یه سری هم میگم بعد باش بخوابید. خب بچه‌ها فهمیدم بعد چیکار کنیم. بعد از قسمت براق بذارید، اون قسمتی که ماته نباید بذارید. بچه‌ها ماسکش خیلی خوب بود، فقط اینکه من اولش بلد نبودم چجوری ازش استفاده کنم. دوباره میخرم 100%.